نزد میکروفون اینجا بیا. کی شما؟ رجب زاده شهباز مظفر. چند سال شد کار میکنی؟ 1 سال و 8 ماه محترم جناب. 1 سال و 8 ماه؟ بله. چند خانه داری؟ راست شگو. 3 تا محترم جناب. چند ماشین داری؟ 1 تا. 1 تا نه، راست شگو. من دارم دستم دار. فهمیدم و 2 تا من است، 1 تاش از من است محترم جناب. 1 تاش به نام دیگر، 1 تاش به نام خودت. چند سوم است ماشین؟ چند زبان خارجی را میدونی؟ 3 زبان محترم جناب. کجا را ختم کردی؟ دیپ اکادمی روسیه محترم جناب ولی دروغ میگوی، ختم نکردی. کنسولش بله بله. ختم نکردی، دروغ نگو. بله ختم کرده نیستم محترم جناب ولی با سبب های پیشت کردن برای نداشتن سواد. چرا از نام فرزندان رهبر دولت را میزنی؟ همین کادر جوان گناهت از موی سرت زیاد است. فهمیدی؟ در کدام ساختاری کار کردی؟ از جای تو جزا قطعی پیشت کردن. از چه کار در قبول کردن؟ من نمیدونم. یگان کسی اطاعت نمیکنه. سلام نمیکنه در تو. چی؟ تو یگان باز از آسمان چکیدی؟ قانون برای چی؟ قانون برای کی است؟ گناه نداری؟ کمودی نداری؟ دارم. همین زمیر عرضت میشه گم میشه. همین خیلی که جوانی نباشه کجی ترما را میگیری نه کم از 15 است. پولای خارجی برآوردگی هم گردونی. شد. اکثریت را برای من گذرگاه ها، اکثریت را برای ترمینال ها، اکثریت را برای ریاست های گمرک انمی احوال است. شخصان عادی نیستن. از کجا در آمده بودجه میشد؟ کجا را نگاه میکنید شما؟ 100 میلیون میلیارد رفته ایستاده است. دیگه بودجه اجرا نمیشه. آموزگار 10-12 ساعت روزی دراز وای میکنه 700 تومان میگیره. اجرای این کارها برای تاجیکستان همچون کشور